همینطور میکنه شما؟ همین عقیده رو دارین؟ همینطور میکنه شما؟ همین عقیده رو دارین؟ همینطور میکنه شما؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اهل توحید بارک الله فیکم. حالا من کم پیش به شما در مدت 11 دقیقه تناقضات این جوانها را که از افغانستان هستند و قسمی از ایران هستند بیان نمودم که اینها چگونه انسان ها هستند. حالا میخوام یک چیز را بگویم. یک دو سه نقطه هست که میخوام صحبت کنم و خیلی هم ضروری است هر کسی که میخواد حق رو بفهمد و از این فتنه ها خودش رو ایمن نگه دارد این صحبت رو خیلی بدقت گوش بکند. نقطه اول این است که ما این سکرین شاتی که رسمی که در گروه گذاشتیم که یکیش کانال است به نام استاد حذیفه مسلم. میدانید که همین انسان کیست؟ انا همین انسان از خودی همون جماعت است، جماعتی که خود را دوله اسلامیه میگید، از همون جماعت است. سخن ابو العباس ترابی را منتشر کرده و در همون گروهشون رسما سخن احمد ابن عمر الحازمی را گفته، تکفیر را از اصل دین گفته، ما را تکفیر کرده. بله، اما امروز پاک کردند، نیست، در این گروه نیست. الحمدلله که برادرهای ما حفظهم الله پیش از پاک کردنشان این چیز رو گرفتند. در نزد ما صدایش هم هست، همه چیز هست، اما اینها پاک کردند و دلیت کردند، فرار کردند. ببینید این نقطه اول است که خوب دقت بدهید که اینها چگونه تناقضات به هم دیگر دارند، چگونه جاهلند و چگونه گفته خود را پاک میکنند و لااقل به مردم خبر نمیدهند که یک ماه پیش ابو محمد را و دوستانش را و 100 نفر 1000 نفر را در اساس انا همین سخن تکفیر کرده بودی. امروز آمدی پاک کردی، از این گناهی کردت کی توبه میکند؟ کی معذرت خواهی میکند؟ این برادران مسلمان را که تو تکفیر کردی کی معذرت خواهی میکند؟ هیچ. اینها نه توبه دارند نه معذرت خواهی، فقط پاک میکنند. این را نمیدونم یگان روش تکتیکی خود میدامند، انرژی و تکتیکی خود. لیکن بالاخره اناکنون دیدید که اینها فراری اند، اناکنون دیدید که اینها در عقیده اشان انیق و دقیق نیستند. برادر عزیز، ما پیش از این که در این مسائل صحبت کنیم تعلیم گرفتیم، 10 سال در نزد علما تعلیم گرفتیم و پیش از این که صحبت بکنیم اول میخونیم، میفهمیم، میسنجیم و در مسئله تکفیر یا دیگر مسائل باشد همه اقوال علما رو میدونیم، نه فقط اقوال علما رو بلکه تمام فرقه و مذاهب رو میدونیم که در همین مسئله چند مذهب است و در درون مذهب چند اقوال ها هست، دلیل هایشون ضعیف و صحیح و قول راجح و حق که از موافق قرآن و سنت و فهم سلفی این امت باشد. ما به مسئولیت صحبت میکنیم، زیرا که در روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی ما جوابگو هستیم. اما این جهلا، این بی علمان، این بی خردها، این بی حکمتها، این جهلای زنادقه هر چیزی از دهانش برآمد میگوید، پروا ندارد، تکفیر میکند، خون مال مردم حلال میکند، پروا ندارد، غلو کرده هست، پروا ندارد، غالی هست. این بود نقطه اول. نقطه اول الله اکبر بگید، الله اکبر بگید که همون صحبتی ما کرده انیق و دقیق برآمد. من کیها 2 سال 3 سال است که به شما میگویم این جوانهایی که در افغانستان هستند اینها خیلی هم آمیخته هستند، یک اصول منهجی اهل سنت ندارند، خیلی هم آمیخته به مانند شوربا، در درونش همه چیز است. اینها گوناگون عقیده، گوناگون افکار، گوناگون اندیشه، قسمش غلو کرده و قسمش جهمی است. ما این را کیها میگفتیم. اکنون نقطه دوم، خوب دقت بدید به نقطه دوم. هر یکی شما میدانید که یک چند سال است من عبدالظاهر داعی را حفظه الله را به مخاطب خود قرار میدیم و این
راسخ جهمی زندیق رو هم مخاطب خود قرار میدادم و میگفتم که ای کسانی که علمای این جوان ها هستید، از تفصیلات و از تقسیمات صحبت بکنید، بخصوص در این مسائلی که امروز جوان ها قسم خوارج و قسم جهمی شده. آیا شهادت میدید؟ آیا شما همین سخنهای مرا گوش کردید؟ من باوری دارم که صدها نفر، هزارها نفر این چیزی مرا میدونند، صحبت های مرا، زیرا که یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، 10 مراتبه آهسته آهسته فتنه هم از همین جا خست. وقتی که ما بسیار طلب کردیم، قسمی از جهمی ها برآمدند و غضب به ما کردند و قسمی از خوارج ها برآمدند و غضب کردند. من به شما گفته بودم که از دوستانی گرد و اطراف عبدالظاهر داعی حفظه الله بوده و از گرد و اطراف راسخ بوده، این جهمی زندیق مشرک راسخ گرد اطرافش بوده، انسان ها از دو نمود انسان خالی نیستند. قسمی از اینها جاهل جهمی و قسم دیگری از اینها جاهل غلو کرده و قسمش حدادی و حتی خوارج. قسمش حتی خوارج، اصول مذهب خوارج رو میگه. گفته بودم؟ بله گفته بودم. حتی روزی از روزها به سبب این که من گفتم این مشایخ مذبذب هستند و این سخنم رو به این معنا گفتم که نه از اهل سنت هستند و نه از اهل بدعت، در بین هست، فتنه از همین جهت است که خیلی این سخنها به بسیاری ها تاثیر کرد. والله مقصد این همه سخنی ما این بود که من فکر میکردم و من گمان میکردم که این مشایخ علم دارند، بالاخره سخن بکنند. البته که اکنون فهمیدیم که نه، علم وجود ندارد. حالا که علم وجود نداشتنش یک طرف است، منهج وجود نداشتنش یک طرف است، راسخ که جهمی خالصی مشرکی جاهلی کذابی بیش نیست. نه آداب، نه اخلاق، نه مردی، نه اسلام، نه ایمان، هیچ چیز ندارد. جاهل ترین فرد است. والله این انسان یک امتحان برای جوانهای افغانستان است. تا روزی که از این خبیث خودشون دور نکنند، اینها در فتنه باقی میمونند. لیکن دوام سخنی ما، نقطه دوم رو میخوام انیقتر و دقیقتر بکنم. برادران و خواهران عزیز، من حالا به شما حجت میارم که جوانهایی که در گرد و اطراف اینها بودند خوارج قسم و قسم جوانها، قسم از اینها جهمی، حالا هم همچنین هستند. اما این بحث و مناظرها اثر کرد. البته ابو عثمان اینجا خطا کرد و آمد و ما را حدادی گفت، خطا کرد و به سبب این خطا باز برادری ما را به نابودی کشید. به سبب این خطای کردش که خطای خیلی هم دغلانه است، بعد از 4-5 ماه بودن، البته ما فهمیدیم که این ما را تکفیر میکرد است. به خاطر همون سخنی مسکو این ما را تکفیر میکرد است. برای همین اکنون با دقیقتر و انیقتر فهمیده شد که خیلی هم نصیحت را به معروف راسخ خوب کرده، اما نصیحت رو به ما را حدادی و غلات و خوارج گفته، زیرا که در قلبش که بدبینی ما وجود دارد، به خاطر همون صحبتی که به خاطر مسکو کرده ما رو تکفیر کرده بوده است. این هم اعتقاد داشته است که ما مثلا قله بلند اسلام را انکار کردیم، که البته این بهتان است و این جهالت است. اعتقاد کرده است که برادرای موحدینی که هستند چنگیز خان گفتیم اگر کسی باشد. نه، این جهالت است، نفهمیدن زبان فارسی است. ما فقط بین منهج رسول الله گذاشته و بین منهج چنگیز فرق گذاشتیم. گفتیم چنگیز است که مثلا در جنگ فرق نمیگذارد و غیره. اینم تهمت بهتان است. و یا دفاع کرده باشیم کفار را، اینم تهمت بهتان است. سخن ما صفر در دو موضوع بود در مسئله مسکو، نکشتن زن و کودک و اینی آن. اگر هجوم باشد، اگر قصاص که گفتید، این مسئله از مصلحه بیرون بود و از مفسده بود. لیکن اینها که والعیاذ بالله جهل همه جاشون رو فرا گرفته، در همین مسئله فروعاتی آمدند و تکفیر کردند. پیشتر که مرا تکفیر کرده است، آمد در مقالش مرا خوارج نوشته. اکنون ببینید من خوارجای حقیقی رو به شما بگم. برادران عزیز اهل توحید، والله در حقیقت منهج ما منهجی است که در اساس قرآن و سنت با فهم سلفین اومد است. ما در رو بروی دو فتنه بزرگ، دو قنات شیطان،
دو قنات سیاه شیطان، دست راست و چپ شیطان رو به رو مبارزه میبریم و با خود شیطان مبارزه میبریم. شیطان که امروز امت اسلام را میخواهد به خوارج ها گمراه بکند و به جهمی ها گمراه بکند. انا همین خوارج ها به بین جوان های افغانستان خیلی عقیدهش را منتشر کرده و اصول مذهبش را منتشر کرده بود. حتی به سبب اینها بسیار برادرانی که در تاجیکستان هستند به شبهه گرفتار می شدند. حالا ببینید، وقتی که عبدالظاهر داعی برآمد و گفت در شرح و تفسیر آیت 97 سوره نساء کسانی که در دارالکفر هستند تا زمانی که عداوتشان را ظاهر نکنند اونها کافر هستند، آیا کسی به این سخن رد زد؟ آیا کسی این سخن را خطا گفت؟ هیچ کسی نگفت. سخن حمد ابن عتیق را، شیخ حمد را خطا فهمیدند و آوردند تطبیق کردند. سخن شیخی که در باب احصا گفته والله اعلم یک سخنش است و در باب دارالکفر گفته، بین این آمیخته کردند. سخنهای شیخ حمد را جمع بکنید، یکی از علمای نجد رحمه الله، که ما قبول داریم همه این سخنها را. لیکن این چنین نیست که هر کسی که در دارالکفر زندگی میکند اگر بغض و عداوتش را آشکار نکند کافر باشد. بغض و عداوت را آشکار کردن را به ما معین بکنید که چی را در نظر دارید. بغض و عداوت اصل دارد و فرع دارد. خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت و مشایخ به مانند علمای نجد رحمهم الله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و غیره بیان کردند. اصل دارد و فرع دارد. اصلش قلب است. اصل در قلب است. بغض و عداوت این عمل قلبی است و ظاهر کردنش است. تا کدام حد شما این رو ظاهر کردنش رو در نظر دارید؟ بدون یگان تفصیلات برآمدند و گفتند که هر کسی که در دارالکفر است بغض و عداوت را ظاهر نکرد کافر است. از همین جهت دیده شد که بعضی از جوانها والعیاذ بالله به جهمیگی رفت از سبب بغض و عداوت را ظاهر کردن نتوانستند و بعضی دیگر برآمدند و بغض و عداوت را گویا آشکار کردند و به کشاکشی رفتند. یک چند نفر رو والله اعلم چیکار کردند نکردند و بالاخره این مسئله هم به همین ماند و پایان یافت. لیکن این مسئله از نظر اهل سنت و الجماعت غلط است. یکی از سخنهایی که خطا فهمیده و به جانب انا همون سخن خوارجا رفت که خوارجا خیلی خرسان شدند. ای الحمدلله گفتند. خوارجا گفتند که هر کسی که در دارالکفر است کافر است. برای چی؟ خوارجا میگن که برای اینکه در دارالکفر بوده کفر به طاغوتش را ظاهر نمیکند. هر کسی که کفر به طاغوت را ظاهر نکرد کافر است میگن. این مذهب خوارج است، مذهب خطا کرده ها و مذهب غلو کرده ها است. عیناً همین سخن را عبدالظاهر داعی گفت. هر کسی که در دارالکفر است عداوت را ظاهر نکرد، بغض و عداوت را که ظاهر نکرد کافر است. به مانند که خوارج‌ها گفتند کفر به طاغوت را ظاهر نکرد. و امروز از همین جهت خوارج‌ها تمام کسانی که در دارالکفر هستند کافر میگویند و خرسند شدند به سخن عبدالظاهر داعی و بالاخره والعیاذ بالله یک چند جوانهای اهل سنتی که نو فهمیده ایستاده بودند اینها هم به همین عقیده داخل شدند، موحدین تکفیر کردند، همه را تکفیر کردند، خودشان را هم تکفیر کردند که در دارالکفر بغضش را آشکار کردن نمیتواند. خودش را تکفیر کرد. فامیل یا که خانومش میگیم به ما نوشت که انا همین جوان شما را گوش میکرد، مادرش خانومش اینا نوشتن که شما را گوش میکرد، اما امروز همه را تکفیر کرده، خودش را تکفیر میکند. ما گفتیم بیارید اینجا صحبت بکنیم. صحبت میکنیم که میگوید بعد از سخنش شنیدن تفسیر عبدالظاهر داعی. البته ما این چنین سخن را 6-7 مراتب شنیدیم. برآمدیم پیش این فتنه را گرفتیم یا نگرفتیم. برآمدیم به این اعتقاد خوارجی رد زدیم. بله رد زدیم. کی رد زد؟ ما رد زدیم. پیش خوارج‌ها را کی میگیرد؟ ما میگیریم. اما این زنادقه که به مانند 4-5 نفر است که میخواهد که ما را خوارج بگوید، این خوبسا خواب در خواب خیال نفس پرستی خودش است. هر کسی او را خوب گفت خوارج باشدم خوب است. والله 1000 خوارج بیاید مرا شیخ بگوید، خوب بگوید، بهترین بگوید، برویش توف میکنم. توف بر خوارج. بیزار هستم از خوارج و خوارج غلات را ما تکفیر میکنیم. خوارجی که تکفیری بالعموم دارد ما تکفیر میکنیم.
خواریجی که نماز رو شهادتین رو علامت اسلام نمیداند در دارالکفر میگد که هر کسی که نماز خوندم کافر است میگد والعیاذ بالله شهادتین گفته رو هم کفر میگد. این کفر ورزیده است به قرآن و به سنت. اما خواریج‌هایی که تا این درجه نرفتند و غلو کردگی هستند و اهل غلو هستند تا این درجه نه مبتدی هستند و اما تکفیر نمیکنیم. لیکن بالاخره اینها هم غلو کرده و هم طبقای خود تفصیلات خود دارند که بعد از یک کمی وقت بعد از یک چند روز ما البته درس های سلسله درس در شناخت خوارج داریم. اما نقطه اول شما دیدید که ما پیش خوارج رو گرفتیم در این مسئله. بله. نقطه دوم همین جوانهای افغانی نبودند که دوستداران راسخ دوستداران عبدالظاهر داعی پیروان اینها آمدند و ابو حنیفه را کافر گفتند و هر کسی که ابو حنیفه را کافر نگوید کافر گفتند؟ آیا همچنین نبودند؟ آیا بنده او رساله مختصر را که نوشتیم یا رساله که پیشتر در وقتی بحث و مناظره کردن به ابو محمدی که کردی خوارج زندیق نظامی هست به او بحث و مناظره کرده بودیم، برادر ما عمران این را عمران نورستانی جمع کرده و از بحث و مناظره ها درست کرده و اینو آن کرده بودند منتشر کردیم؟ آیا ما برآمده به این گرد اطراف راسخ گشته ها گرد اطراف عبدالظاهر داعی گشته ها و همون کسانی که خود را به جماعتی همون جماعتی معروف نسبت میدهند برآمدند و گفتند که ابو حنیفه کافر، کسی که ابو حنیفه را کافر نگوید هم کافر و ما را کافر گفتند؟ پیش این را مگر ما نگرفتیم؟ مگر ما در مسئله قرآن مخلوق گفتن ابو حنیفه گفتیم که بله بوده لیکن بعد از بحث و مناظره توبه کرده؟ اما باقی مانده سخنهای سلف این من باب ضم بعضی از خطاگی ها یا بدعتی که ابو حنیفه داشته. اما ابو حنیفه را گفتیم مسلمان اثبات در اساس اقوال خودی سلف ما کردیم. غیر از ما طالب علمان اهل سنت، غیر از انمی جماعتی ما، کی پیش روی این جوانهای افغان را در مسئله این دو مسئله گرفت؟ در مسئله کسی که کفر بالطاغوت را ظاهر نکند، عداوت را ظاهر نکند کافر گفتن، در مسئله ابو حنیفه را تکفیر نکرده کافر گفتن ما گرفتیم. کی با کرد؟ همه خواب بود. مسئله سوم تکفیر بالعموم. همین جوانها نبودند که تکفیر بالعموم میکردند. هر کسی که در دارالکفر است کافر است میگفتند. هر کسی که در دارالکفر است کافر است. نه فقط دارالکفر، دارالاسلام را که البته وجود ندارد، اینا گفتن دارالاسلام وجود ندارد پس دارالکفر است. هر کسی در دارالکفر کافر است. برای من دارالکفر گفتم. دارالطواره در نزد اینها وجود ندارد، یا منطقه‌ای که مسلمان نشین در نزد اینها وجود ندارد. در تمام عالم بوده انسان غیر از خودشون کافر است. تکفیر بالعموم از همین جوانها نبود که ما پیش راه این رو گرفتیم. چهارم مسئله که مسئله خوارجی، اصول خوارجی در مسئله بارک الله فیکم تکفیر اصل دین است گفتن. همین ها نبودند که برآمدند تکفیر را اصل دین گفتند. ابو محمد مدنی کافر است گفتند، برادرهای ابو محمد مدنی کافر است گفتند. این همه مسئله که چهارم هر یکش یکی از اصول خوارجش، هر یک این نقطه ها از نقطه های اصول غلات ها است. بله کسی که ابو حنیفه را تکفیر کرده، ابو حنیفه را تکفیر نکرده را تکفیر میکرد غالی است. بله کسی که میگه که کسی که در دارالکفر کفر بالطاغوت ظاهر نمیکرد، عداوت ظاهر نمیکند، همونجا زندگی کرد کافر است میگه. این اصول غلات است، اصول مذهبی غلات و خوارج است. و خیلی که گفتیم تکفیر بالعموم اصول خوارج است. کسی که تکفیر بالعموم میکند اصول خوارج است. حالا نظر بکنید انا اکنون میاریم به مسئله چهارم، تکفیر اصل دین است گفتن. البته که این رو اگر اصول خوارج نگوید هم، لیکن یکی از سخنهای غلات است، یکی از سخنهای خطا فهمیده غلات است که اصول را که بعضی از مشایخ گفتند خطا فهمیده، اونها گفتند که یکی از قاعده های دین، اصل از اصل هاست که در دین است. معناش این نیست که این اصل دین باشد و اگر تو در بعضی از نمود تکفیر از سبب شبهه جهل خطا کردی تو کافر شده باشی و اصل دین خطا شده باشد. یا معناش این نه که این مسئله تکفیر اصل دین است تو اگر جهل رو از گفت کافر میشوی. سخنی علما رو خطا فهمید.
غلو کردند. برای همین ما میگیم که این سخن رو گرفتند و غلو کردند. خوب دقت بدید، سخن رو گرفتند و غلو کردند. مثلا سلف صالح رحمهم الله در مسئله تکفیر کسی که کلام الله را مخلوق میگوید، بارک الله فیکم، آزیرش را به دو قسم تقسیم کردند. سلف صالح گفتند که اون کسانی که میفهمد، آزیری که فهم دارد، لا یکفرو ممن یفهمو، کسی که فهم دارد. این رو ابن ابی حاتم از ابو زرعت الرازی و ابو حاتم الرازی به اجماع نقل کردند که کسی که میفهمد و تکفیر نمیکند کافر است. اما کسی که نمیفهمد، جاهل است، جهلش عذر است. اگر ما بگوییم که تکفیر اصل دین است، آیا در اصل دین جهل عذر هست یا نیست؟ اگر بگویند که نه، جهل عذر نیست، کسی که در اصل دین جهل عذر میگد کافر است، سلف صالح رو تکفیر میکرد. نه اگر بگویند که بله در اصل دین جهل عذر است، البته که با غلط کردن که جهل عذر نیست. اگر بگویند که در یک قسم از اصل دین جهل عذر است، در یک قسم دیگر جهل عذر نیست، اما هر دوشم اصل دین است، دلیل بیارند به ما که از کجا این چیز پیدا کردن که در قسم اصل دین جهل عذر است، در قسم اصل دین جهل عذر نیست. اما مشکلی این جوانها این است که سخنهای علما را خطا فهمیدند. از همون علمایی که نقل میکنند که فلان 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 علما اصل دین گفته، همان علما مردم را تکفیر عام نکردند. همان علما تکفیر را اصل دین گفته را تکفیر نکردند. بعضی از علمایی که تکفیر را اصل دین کردند، بله ما نظر کردیم و ما میدونیم و ما دیدیم، اما هرگز کسانی که تکفیر را اصل دین نگفتند تکفیر نکردند. البته ما در این مسئله سخنهای خیلی زیاد گفتیم و در آینده هم در حلقه های خوارج شناسی ما در این مسئله خیلی هم وسیع میپردازیم. لیکن مقصد من این است که مگر انا همین جوانهایی که در گرد اطراف راسخ مشرک جهمی و در گرد اطراف عبدالظاهر داعی بودند، انا همینها این سخن را آمده نگفتند؟ مگر انا همینها سخن عمر الحازمی را منتشر کرده ما را تکفیر نکردند؟ حالا آن که خودی احمد ابن عمر الحازمی تکفیر نمی کند کسانی را که تکفیر را اصل دین نگفت. کسانی که پیروان احمد ابن عمر الحازمی هستند و از زبان او تکفیر را اصل دین میگویند، مرحمت بیارند اینجا که در کجا احمد ابن عمر الحازمی گفت که کسی که تکفیر را اصل دین نداند کافر است؟ و هر کسی که همین سخن را به احمد ابن عمر الحازمی نسبت میدهد دروغ گفته است. احمد ابن عمر الحازمی نگفت که اصل دین نگفته کافر است. این خیلی نیست. در این مسئله خوب دقت بدید، خیلی دقت بدید. اما جهلان نفهمیدن. انا این همه مسئله های دروازه های غلط یا نقطه های غلط رفته ها، همه انا منها در نزد انا همین جوان های غلط بود و یکی از اونها، اکثر اینها خود را به همون جماعت نسبت میدادند. پیش اینها را کی گرفت؟ بنده گرفت. به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی الله بنده را نصیب کرد که با اینها مبارزه بریم. اگرچه عذاب کشیدیم، اگرچه بسیار تهمت ها شنیدیم، اگرچه بسیار تحقیرها تکفیرها شنیدیم، اما به خاطر دینمون، منهجمون، به خاطر رضایتی الله سبحانه و تعالی از ملامت کننده ها نترسیدیم، راست رو بروی این خوارج ها ایستادیم. و الحمدلله من حالا دیدم که این دعوت های ما، این مبارزه ما به سبب نه اثر دارد. اثرش همین است که انا همون استاد حذیفه که کانال دارد، استاد حذیفه مسلم، که در گروهش منتشر کرده بود تکفیر ما را در اساس تکفیر را اصل دین نگفتن، پاک کرده. انا فهمیده ایستادند. انا مسئله ابو حنیفه هم ظاهر شد، فهمیدند. انا مسئله تکفیر اصل دین هسیونیست را هم فهمیدند. انا فهمیدند که اینا غلو کرده اند. پیش غلو کرده ها را الحمدلله رب العالمین به فضل و کرم الله که به ما نصیب کرد به قدر استطاعتمون گرفتیم و ما والله این کار را به خاطر دوست داشتن انا همین موحدین کردیم و ما نخواستیم که موحدین را ترک کنیم و هر چیزی مصیبت به بالای اونها بیاید تماشا کنیم. ما این بار وزنین، این دوش وزنین را به کتفمون گرفتیم. همه طعنه ها، همه آزارها، همه نافهمی ها، همه تهمت ها به سر ما آمد، اما صبر کردیم به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی. اما به شما حقیقت را رسانیدیم و بسیار از این غلوها شما را داشتیم. از جانب دیگر
انا همین جوانهایی که از جانب غلو کرده، از جانب والعیاذ بالله خوارج شده، حالا به شما یک چند خوارجی اینها را گفتم، صدها نفری شما برادرها و خواهرها با خبرید که همه این بحث و مناظره در انا همین کانال شد، در همین مجموعه مبارکه شد که آمدند و بحث و مناظره کردن. همش رو دیدید که ما رد زدیم، کتاب ها، رساله ها نوشتیم. عیناً انا همین ها از جانب دیگر جهمی اند، یا که یک قسم اینها برادران اینها جهمی اند، یعنی اینها دو جماعت هستند. یک قسم اینها غلو کرده و قسم دیگر اینها جهمی اند، ولی به هم دیگر برادرند. از جانب اگر عبدالظاهر داعی بگوید که کسی که در دارالکفر است اگر کفر به طاغوتش را یا که بغض و عداوتش را ظاهر نکند این کافر است بگوید، همه در دارالکفر بوده ها را تکفیر بکند، تکفیر عام که بالاخره خوارج ها از این استفاده کرده مردم را خوارج بکنند. از جانب دیگر انا همین عبدالظاهر داعی در مسئله عاذر المشرک نگفته است، یک مراتبه عاذری را به تفصیل جواب نگفته، یک عاذری قوم خودش را رد نزده. از همین جهت همین خوارج هایی که تکفیر بالعموم دارند، تکفیر را اصل دین میگویند، مردم را در گمان و در شبهه تکفیر میکنند، در مسائل فروعاتی تکفیر میکنند و والعیاذ بالله غلو کردند و الاصل فی الناس کفر میگویند و غیره از اصول خوارجی را دارند. انا همین ها در مسئله آمدند و جهمی هستند. تعجب میکنید؟ بله، جای تعجب است که اینها خوارجی و جهمیگی رو در یک جا جمع کردند، آمیخته کردند. عقیدهشون شوربا هست، شوربا در درونش همه چیز است، در درون عقیده اینها همه چیز است. حالا که عقیده اهل سنت باید ناب، پاک، تازه، یک رنگ باشد. انکنون جهمیگی اینها رو ببینید. از جانب دیگر راسخ است، راسخ زندیق میگوید، یعنی به همین جوانها هم عبدالظاهر داعی مثلا شیخ، هم معرف راسخ میگوید که کسانی که کفر به طاغوت ندارند مسلمان گفتن درست است، مطلق، و این اصطلاح شرعی هست. الله کافرها را مسلمان گفته میگد، مطلق، هیچ باکی ندارد، کفر نیست. وقتی برآمدیم مراد زدیم این زندیق جاهل بعد از این میگد که نه، اینها مسلمانی حقیقی نیستند، غیر حقیقی اند. ما برآمدیم میگفتیم که غیر حقیقی یعنی مسلمان حکمی میشود، از الله بترس. در شریعت ما دو نمود مسلمان است، مسلمان حقیقی که ظاهر باطنش است که اینا الله میداند، و مسلمان ظاهری که ظاهرا مسلمان است از باطن او بیخبر استیم و الله میداند. مسلمان غیر حقیقی گفتن مسلمان حکمی یا اسمی یا ظاهری گفتن است. اینا گفتن که نه، مسلمان لغوی. ما بعد از این جواب گفتیم مسلمان مجازی، جواب گفتیم، و بالاخره مسلمان بدون قرینه، بدون معین، و آمدند و گفتند که بالاخره کفار را به طرز مطلق مسلمان گفتن کفر نیست، حالا که این سخنشون به اجماع کفری صریح است. کفار را مسلمان گفتن کفر نیست گفتن، این جهمی ها را مسلمان گفتن کفر نیست گفتن. این جهمی هایی که در زمان سلف صالح همیش کافر بود و سلف کافر میگفتند، انا همونها را مسلمان گفتن کفر نیست میگد. والعیاذ بالله، این کفر صریح است و مخالف به قرآن و سنت و فهم سلف این امت است. این از اصول جهمی هاست. انمی سخن هم سخن از اصل از اصول جهمی هاست که به همین خاطر معرف راسخ جهمی است. حالا ببینید از قسم این جوان ها سخنهای اصولی از اصول خوارج و غلات را گرفته و از جانب دیگر انا این یک سخن جهمیگی است. این یکی از جهمیگای اینها. نقطه دوم جهمی بودن اینها، ببینید قسم اینها جهمی است. ما پیش هم جهمی و هم خوارج را گرفته ایستادیم. من به همه برادرهای تاجیکستان، افغانستان و غیره پیشنهاد کردم و اونها رو دعوت کردم که برادرها، منهج اهل سنت و الجماعت همین است که وقتی که یک نفر سخنهای باطل گفته، عقیده جهمی گفته یا غیر از این عقیده کدام نمودی باطل نباشد هم گفته، بدعت را گفته، ولی پیش از مرگ که توبه کرد و وفات کرد، سخن کهنه او را، سخنی پیش از توبه او را که سخنهای زلالت است منتشر کردنش حرام است. این نصرت دادن بدعت است و گرفتار شدن به لعنت الله است. شخیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح دو مرتبه گفتن، یکیش در نصرت دادن اهل بدعت در مدینه که سخت‌تر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در مدینه کسی اهل بدعت نصرت میتید به لعنت الله گرفتار میشد، به لعنت لعنت کننده گرفتار میشد و از او صرفا ولا عدل یک ذره از عملش قبول نیست. در حدیث صحیح مسلم اومده، اگر خطا نکنم حدیث صحیح است،
100% صحیح است از علی رضی الله عنه. در حدیث دوم پیامبر صلی الله علیه و مطلق گفتند که لعن الله من لعن والديه. حدیث پیامبر گفتند که لعنت کند الله کسی رو که والدینش رو لعنت میکرد. در دومش که لعن الله من آوى محدثا، الله لعنت کند کسی رو که اهل بدعت رو یاری میدهد. معوای اهل بدعت، یاری دهنده و نصرت دهنده و کمک کننده اهل بدعت میشد. لیکن بالاخره بارک الله فیکم. نقطه دوم جهمی بودن اینها اینجا که ابو عبیدالله متوکل در مسئله ایمان و در مسئله کفر و در مسئله تکفیر مذهبش مذهب جهمی بود و هر کسی که عمل رو بالکل ترک میکرد تکفیر نمیکرد. هر کسی که عمل نداشت بالکل، نه نماز نه روزه، این تکفیر نمیکرد. حالا که عقیده اهل سنت و جماعت همین است که هر کسی که جنس عمل رو تکفیر کند به اجماع این کافر است و تکفیر نکننده او رو هم اول حجت میرسونن بعد از این تکفیر میکرد. و مسئله دوم ابو عبیدالله متوکل میگفت که جهل عذر است. مسئله سوم ابو عبیدالله گفت که هر کسی که به سبب جهل شرک رو انجام میدهد، از سبب مقلدی و فریب خورده و جاهل است، من امیدوارم که به این شرک کرده اش اجر میگیرد. قسم به الله سبحانه و تعالی آیا همین سخن جهمیگی نیست؟ مگر جهم ابن صفوان به این سخن انکار نمیکند؟ به این سخن رد نمیزند؟ بله، جهم ابن صفوان به این سخن رد میزند. مذهب جهم ابن صفوان رد میزند به این سخن. هرگز یگان نفر نگفته است که شرک اکبر و کفر اکبر رو کرده به سبب جهلش انشاءالله اجر میگیرد. این گپ نیست. این گپ یکمین مراتبه والله اعلم همین انسان پیدا کرده. چخیلی که این سخن رو یکمین مراتبه راسخ پیدا کرده و پیش از این کمی البانی به این اشاره کرده. انا کنون بارک الله فیکم شما ببینید که اینها در کدام حالتی چی هستند که وقتی که ما گفتیم که انا همین سخن رو منتشر نکنید، انا همین سخن ابو عبیدالله متوکل که شرک کرده جهلش عذر است، شرک کرده اگر جاهل باشد اجر میگیرد، کسی که مشرک را تکفیر میکرد خوارج است، این سخنها را منتشر نکنید گفتیم. این جاهل یک احمق نوجوان مرد دیگر، این یک اسخر خانش گمراهتر دیگر، یک احمق مشرک دیگرش میبرد میگد که ابو محمد مدنی کافر است برای که ابو عبیدالله را گپ زد. والعیاذ بالله. آخر ابو عبیدالله مگر یگان نمیدونم قرآن است سنت است که ما ابو عبیدالله را این سخنهای کفرش انکار کنیم، ما را والعیاذ بالله کافر میشدیم؟ آخر سخنش که باطل است. اگر که حق می بود بله ما انکار میکردیم، میگفت که بله خطا کرد. آخر سخنش را یک بار تصور بکنید که این چی سخن گفته. از همین جد اینها انا همچنین جهمی هم هستند که از جانب جهمیگی هم اینها با غلو کردند و تکفیر میکنند. هم از جانب این طرف هم تکفیر میکنند، از این طرف هم تکفیر میکنند. چخیلی که ابو غریب دوست نزدیکی معرف راسخ جهمی که معرف راسخ را جید گفت، خیلی عالم جید، برادر تاجیکی ما بهترین ماشاءالله گفت. برادر تاجیکش میگه که سلیمان علیه السلام انا همون آفتاب پرستان را مسلمان لغوی گفتند و هر کسی که آفتاب پرست ها را مسلمان لغوی نگوید کافر است. از یک جانب جهمی خبیث، لیکن در اساس جهمیگیش تکفیر میکند، یعنی باطل به تکفیر میکند، حق کفر میشمارد. چخیلی که ما روایت رو به شما آوردیم و منتشر کردیم که جهمی ها به نزد طاهر ابن عبدالله یکی از همون امیرهای دوره خودش داخل شدند و گفتند که ای امیر، تو گفتند اسحاق ابن راهویه را پیش از همه میداری، پیش میگذرانی، احترامش میکنی، بزرگش میشماری، ولی او کافر است، زیرا که الله را در بالای عرش میداند و هر شب سه یک شب نازل میشود میگد. یعنی ببینید اسحاق ابن راهویه را جهمی ها تکفیر کرده، گفتند که او کافر است، فهو کافر، گفتند او کافر است. برای چی کافر است؟ برای که الله در بالای آسمان در بالای عرش میداند. والعیاذ بالله. ببینید امروز هم این جهمی های خوبسا ما را کافر گفتند به خاطر اینکه ما گفتیم که یهود و نصارا را مسلمان نامیدن کفر است و همین فتوا را کسی میدهد که مسلمان گفتم هیچ باکی ندارد کافر است.
و ما گفتیم که منتشر کردن درس های ابو عبیدالله متوکل در مسئله عذر بالجهل، در مسئله تکفیر و در مسئله مشرک اجر میگیرد گفتنش، این نصرت دادن بدعت به لعنت الله گرفتار شدن و این حرام است. این میبرد میگه که تو کافری. از جهت اینها جهمی هستند، از جهت جهمی هستند. اینها نه رحم نه عدل نه انصاف دارند. حالا دیدید که برادران و خواهران عزیز، ما وسط هستیم، ما در وسط هستیم. ما مقابلی انا همین اصول خوارج، از حدادی باشد، نمیدونم از جهمی باشد، اصول خوارجی که جهمی ها دارد که بنا حق تکفیر میکند، و اصول خوارجی که تکفیر بالعموم است و تکفیر والعیاذ بالله بالشک و شبهه و تکفیر بالتسلسل و تکفیر اصل الناس کفر گفتن و تمام عالم را بالعموم تکفیر کردن هستند که ما بینهم مبارزه میبریم. از جانب دیگر ما مبارزه میبریم به این جهمی ها که شرک کرده اجر میگیرد باشد، یهود و نصارا مسلمان گفتنش باکی نداشته باشد، کفار مشرکین مسلمان گفتن میشده باشد. از این جهت به اینها مبارزه میبریم. به اینهایی که اشعری ماتریدی را تا به حال کفرش را نمیدانند، به این خوبسایی که اشعری ماتریدی را کفرش بیان کردید، شما را حدادی و خوارج میگن، گویا که اشعری ماتریدی همون جهمی گذشته نیست. اگر هر کسی که اشعری ماتریدی را در نزد اینها تکفیر کرد، اون را حدادی میگن. والله اعلم. برای همین است که بارک الله فیکم خوب دقت بدید به این نقطه، خوب دقت بدید که ما چگونه در وسط اهل سنت و الجماعت هستیم، چگونه که سلف ما بودن در وسط، که از یک طرف یک قنات شیطان خبیث، یک دست شیطان که این جهمی است، از طرف دیگر یک دست شیطان دیگر که این خوارج است. ما بیزاری خود را، براءت خود را از خوارج ها، غلات شده ها و از جهمی های غلات اعلان میکنیم. و خوب در این مسئله احتیاط باشید، خوب در این مسئله احتیاط باشید برادران و خواهران عزیز. همه کشمکش ها انا همین است و ما هم نترسیده به فضل و کرم الله مسئولیت را حس کرده به این بحث و مناظره داخل شدیم تا که شما برادران و خواهران عزیز در این سیره گمراه نشوید و شما را ما به انا همون منهج اهل سنت و الجماعت تعلیم بدیم و مسئولیت طالب علمی خود را به پای رسانیم. و نگفتن ما نقطه عجیب شمین است که یگان نفری انا همین انسان هایی که قسم خوارج و قسم جهمی هستند علم را منهجی نخوندند. یگان نفری اینها علم را منهجی خوندگی نیست. از همین جهت ما به اونها رد میزنیم در اساس قرآن و سنت فهم سلف این امت. آنها باشد به جواب ما را چی میکنند؟ یک زن دارد، دو زن دارد، در فلان شهر است، هر شهری که باشی تو رو به همون شهرت نسبت میدهند و تکفیرت میکنند و غیره. هیچ چیزی در اینها نیست غیر از طعنه، غیر از تهمت، غیر از فحش. و ما البته به این جهلا به طعنه و فحش اونها مثلا بمثل جواب نمیدیم، به الله میگذاریم. فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم. صبر میکنیم و در نزد الله این خصومت ها جمع میشود و خود الله سبحانه و تعالی بین ما و بین این ظالمان گمراه شدگان که قسم جهمی هستند و ظالمان گمراه شدگان که قسم غلو کرده خوارج هستند الله خودش حکم میکند. ما غمگینی خودمون را، شکایت خودمون را تنها به الله میکنیم سبحانه و تعالی که سمیع البصیر، شنوا و بینا هست و میبیند و میشنود. و از مقصد ما هم آگاه است که مقصد ما تنها ظاهر شدن قرآن و سنت به فهم سلف این امت در اساس منهج و ما علمای اسلام را که اهل سنت و الجماعت بودن قبول داریم و رحمهم الله میگیم. انا این است منهج ما، منهج اهل سنت و الجماعت که در وسط هستیم. اما به منهج این خیانتکاران احتیاط باشید. و ما از شما هیچ چیزی را هم نمیخواهیم برادران و خواهران عزیز، ما از شما هیچ چیزی را هم نمیخواهیم. همه شما شاهد باشید و همه شما میدانید که چقدر برادران هستید. از شما چیزی نخواستیم، نه دنیا خواستیم، نه چیزی رو طلب کردیم، هیچ چیزی از شما نمیخواهیم بجز یک چیز که مطالعه کنید، خوانید، گوش کنید و هرگز به فتنه اینها نروید. بالاخره هم دین شما و هم دنیای شما را نابود و هلاک و خواهند سوزانید. احتیاط باشید. حفظكم الله و رعاكم و بارک الله فیکم.